ما تعمیرکارا موقعی که بیکار میشیم نمیدونیم چی کار کنیم دیگه. یا دست به خلاقیت میزنیم، یه چیزی رو اختراع میکنیم، یا هم دیگه باید خودمون رو مرتب کنیم. راهی دیگه نداریم، مشتری که نمیاد حداقل یکم رویمون رو شاد کنه، مجبوریم این کارو بکنیم. الان بهتر شد. تکنولوژی که میگن یعنی این خلاقیت. انقدر که پوست دستمون کلوف شده این ناخونگیر جواب نمیده، مجبوریم از ابزار کار استفاده کنیم و با یه جوری کار خودش رو راه بندازه. اوکی شد، الان دیگه عالیه، حالا ما شد.